وقتی آن است ای سخن بورنده تر گردی ز تیغ. مصرعی شاعری مبارز حبیب یوسفی است که در جنگ علیه ارتش آلمانی فاشیستی شهید شد. او از کم ادیبانی بود که برابر سلاح گرفتن علیه دشمن توانایی قلم را نیز استفاده میکرد. جنگ دوم جهانی دیگر بار ارتش تشویق و ترغیباتی را در حدود دولت شوروی سابق فعال کرد که تاجیکستان نیز از این میان استثنا نبود. ماه ایونی سال 1941 در نزد آژانسی اطلاعاتی تاجیکتا شعبه خاص با نام اکنو به کار شروع کرد که وظیفه‌اش تهیه و نشر کاریکاتورها در موضوع زمان جنگ بود. روزنامه تاجیکستان سرخ معمولا در صحیفه 4 خود در گوشه راست آن کاریکاتورهای گوناگون را به نشر می‌رساند. مثلا در شماره 24 ژانویه سال 1942 ما می‌بینیم که یک کاریکاتور نشر شده است و در زیر آن نوشته می‌شود پرواز نوبتی اسکادریلیه گبلز برای پهن کردن خبرهای دروغ در بین اهالی برلین. این البته اشاره به تبلیغاتگری رقم 1 گیتلر است که در سالهای جنگ بزرگ وطنی میگفت شعارش این بود که بهترین مبارزه اطلاعاتی این دروغ است. در سالهای جنگ بسیاری از کاریکاتوریستان مشهور به تاجیکستان کوچانیده شدند به قطار ده‌ها هزار نفر دیگر. بنابراین مؤلفان بسیاری از کاریکاتورها جهودها و روسها بودند، اما در میان آنها محیدین خوش محمدوف نیز بود که کاریکاتورهای آن زمان تهیه شده را به تاجیکی ترجمه میکرد. عقبگاه چنین مینامیدند بالکل کارهایی را که از جبهه جنگی دور به خاطر تحکیم آن انجام داده میشد. نظام آن کمتر از نظام حربی نبود. اندک اشتباه همچون امثال جاسوسانه و دشمنانه تعبیر شده هزارها به جبهه جریمه‌ای یا به کنج زندان میرفتند. حالا میخواهم از این مطلب یک اقتباس کوتاه دیگری را برایتان قرائت کنم که حال و هوای نظارت از بالای انتظام کار در آن دوران را به خوبی نشان میدهد. مکانیکی بریگاد MTS دهنکیک میشین مست شده 5 ساعت پرگل کرد. در نتیجه به جای تعیین شده اش فرستادن سوزشواری نگاه داشته شده تراکتورها 5 ساعت بیکار ماندند. میشین با مدت 5 ماه به کارهای اصلاحی مهنتی با نگاه داشتن 25% ماهانه‌اش حکم کرده شد. آغاز جنگ دوم جهان برای شوروی امیدوار کننده نبود و عقب نشینی ارتش آن در برابر نیروهای فاشیستی احتمال شکست دل شدن مردم را روز به روز می‌افزود. برای زیاد نشدن آن گروهی ترغیباتی و تشویقاتی شب و روز زحمت می‌کشید. کردان و دیگر کاغذپاره‌ها را به کلی جمع کرده از آن کاغذ تهیه می‌کردند. کاغذ در آن سالها یک چیزی کمیافت بود. با وجود کمیافت شدن کاغذ در سالهای جنگ نشریه‌های تاجیکستان سرخ، کمونیست تاجیکستان، بلشویک غرب، بدخشان سرخ، استخانوفچی در تاجیکستان منتظم به نشر می‌رسیدند. در جبهه جنگ باشد نشریه ویژه عسکر سرخ به زبان تاجیکی نشر و در میان عسکران تاجیک زبان پهن میشد که مطلب‌های آن را اکثرا ادیب تاجیک فاتح نیازی و ساتیم اولوغزاده تهیه می‌کردند. همون دور همون داغ روز با واسطه همین کاریکاتورشون آنها میکشودند. همون داغ روز که و هجوم احشیکنانه گیتلر یک هجوم غرضانه هست و میخواد که تمام دنیا را ضبط کند و در همون کاریکاتور است که آنها نشان میدادن آنها دعوت میکردن مردم یک حسی بدبینی نسبت دشمن از آنها بیدار میکردن که آنها به فکرم خیلی نقش بارز داشتن این کاریکاتورها. آدولف گیتلر، یوزف گبلز، رهبری ماشینه تبلیغاتی آلمانی فاشیستی، بیشتر قهرمان‌های منفی کاریکاتورهای اوکنا تاجیکتا می‌شدند و عسکر و افسران نمیس در شکل حشرات و کژدم و نمودهای منفور دیگر تصویر می‌شدند. عسکران و افسران ارتش سرخ برعکس بالا بلند و با بازوان قوی تصویر می‌شدند که امید مردم شوروی را به پیروزی بر ارتش دشمن تقویت می‌داد. تاجیکستان در سالهای جنگ بزرگ وطنی بیش از 300,000 فرزندانش را به صف ارتش سرخ سفربر کرده است که از آنها حدود 100,000شان در جنگ‌ها جان باختند.